1 تا 10 دین چقدر توی زندگیت پررنگه؟ هیچ. حاضر با یه آدم بیدینم ازدواج کنی؟ آره چرا که نه. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا نمیشه کنار اومد. نه. اگه اوکی ویدیو بذاریم لطفا یه لایک نشون بده. حاضر این دخترتون یا پسرتون با یه آدم بیدین ازدواج کنه؟ به وقت خودش آره مشکل نداره. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه فکر نکنم. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ نه 50-50. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا اوکی. خیلی ممنون. از 1 تا 10 دین چقدر تو زندگیت پررنگه؟ 1. اوکی. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ مشکلی نداره. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ اینا همه چیز داره ها، یعنی مقیاس بندیش درست نیست، نسبیت داره. کلا مثلا فرض کن در چه شرایطی ازدواج می‌کنی، در چه شرایطی ازدواج نمی‌کنی؟ نمیدونم، سوالت خیلی سخته. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. آها چه جالب. 1 تا 10 دین چقدر توی زندگیت پررنگه؟ 1. حاضری با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. مرسی. اگر اوکی ویدیو تو بذاریم یک لایک لطفا نشون بده. توی زندگیتون پررنگه؟ هیچ. حاضرین دخترتون یا پسرتون با یه آدم بیدین ازدواج کنه؟ آره. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. از 1 تا 10 دین چقدر برات پررنگه؟ الانو بخوام بگم 3. حاضر با یکی که بیدینه ازدواج کنی؟ آره. با یکی که خیلی اعتقادات مذهبی زیادی داره چی؟ نه زیاد. نه.